بچه اینجا برایس کنیونه، یکی از کوههای زیبای ایالت یوتا. بیایم با هم ویو قشنگش رو ببینیم. برایس کنیون اینجا $35 ورودی میدیم، وارد میشیم. بچه بیایم ویو اینجا رو ببینیم چقدر قشنگه. ببینیم اون طرف چه شکلی ویو داره یا نه. بچه اسکای بعدیشه. اینم منظرش قشنگه، اگه اشتباه نکنم که آرچ خیلی خوشگل داشت. سری قبل من بازی آره همونه بریجه. اسکای بعدیشه. بریم ببینیم ویو این چه شکلیه. این ویوش خیلی خوشگله. ویوش از همه قشنگتر بود. ایستگاه بعدی ببینیم اونجا به چه صورت. اومدیم ایستگاه بعدی. بریم ببینیم اینجا چی داره. اینجا ویوش قشنگه بچه. چند قسمت داره، میتونی قشنگ ویو رو ببینی. اینجا هم حالا سایه و استراحتگاه و دستشویی و اینا هم داره. جانم مامان. جانم مامان. این قسمت ویوش. بریم عکس بگیریم.
خیلی بعد و حال به هم زنه اینجا. خب مثلا جای پارکش همه چیش خوبه ها، کل فضا رو نرده کشیدن، سیفه. حال به هم زنش دستشویش، اینجا دستشویی کوهستانیه دیگه. وقتی میری دیگه مثلا آب و اینجور چیزا نداره، فقط دستمال و ضد عفونی کننده داره و هر کسی نمیتونه بره اینجا دستشویی کنه. یعنی من هر وقت رفتم تو با حالت تهوع برگشتم. آره سارا اون توه. خلاصه که قبل اومدم به اینجا دستشوییتون رو بریم بعدم بیایم. به خدا که دیگه وایسی خودت میدونی ما خسته شدیم دیگه، اینقدر تو مسیر وایسادیم. این پیاده شو، کمربند باز کن، دوباره بشین کمربند ببند. واقعا دیگه خسته شدیم. بریم سمت ویو خوشگل. ببین چقدر جاده‌اش قشنگه. عزیزم تو هم بیا بشین اینجا، من برم بشینم پشت فرمون. تو یکم از جاده لذت ببر. تو خسته شدی؟ هم زنده بمون. وا مگه من بد رانندگی میکنم؟ نه واسه چی بکشم جاده به این ترتمیزی خوبی؟ ببین تو رو خدا خوبی هم نیومده به اینا. ما رسیدیم به یه ایستگاه دیگه، یعنی اومدیم جلو اون مسیری که رفته بودیم، اومدیم جلو. اینجا ما چند سال پیش اومده بودیم، خیلی مسیرش سخته، مثلا بعد دره رو بری پایین و اینکه اینجاست این قسمت میری پایین، ویو عالیه ولی بالا اومدنش با خداست دیگه. یعنی پایین رو میری ولی بالا که میای دیگه انقدر سخته که نگم براتون. ولی ویو رو نگاه کنیم. اینو میریم این طرف که اونجا یه نما داره، اونجا رو ببینیم. ما سری قبل که رفتیم پایین باید با خودتون غذا ببرین، آب ببرین، هیچی اون پایین نیست، آنتن ندارین. من یادم اون موقع با همسرم دوتایی بودیم که همسرم از در افتاد پایین، خیلی خدا بهمون رحم کرد. اتفاق وحشتناکی واسمون افتاد. به خاطر همین الان نمیخوایم بریم پایین چون بچه هم هستن. حالا میریم اون قسمت فقط ویو رو نگاه کنیم. خیلی ویو قشنگی داره. خلاصه که ما تو این دره های بار افتادیم. خدایی خیلی حواستون باشه وقتی میان. البته ما 3 تا اتفاق بد برامون افتاد زمانی که اومدیم اینجا سفر. انگار که اصلا صلاح نبود بیایم. تازه از ایران اومده بودیم. من انقدر خسته بودم میگفتم که دادی نیاییم نریم سفر. دادی میگفت نه باید بریم سفر، من دوستم اینجا رو ببینم. اومدیم و وقتی من اعتقاد دارم وقتی میگی نمیاری یه نباید بری. دادی اصرار کرد رفتیم و این اتفاقا برامون افتاد. به همین قشنگیه. تا اتفاقی که برامون افتاد یکی بود که قبل اینکه برسیم اینجا کیف پولمون رو گم کردیم که خیلی گشتیم و تونستیم حالا پیداش کنیم، ولی پولاشو کنار جاده باد برده بود. خود کیف رو پیدا کردیم که کارتمون توش بود. بازم حالا خدا رو شکر. ولی اومدیم اینجا هم از در افتادیم. موقع برگشت رفتیم خونه، بعد این در پارکینگ بازه، در خونه بازه. بعد ترسیدیم که دزد اومده دیگه. با ترس و لرز رفتیم تو، دیدیم هیچی دست نخورده. فهمیدیم خودمون موقع رفتن حالا یادمون رفته بوده در پارکینگ رو ببندیم یا چی، یا اینکه مثلا در رو زدیم کار نکرده اینا. خلاصه که در خونه 3 روز باز بود. این یه ایستگاه دیگه است که ویو داره دیگه، باید بری
این مسیر رو میری بالا، ویو خیلی قشنگه میبینی. حالا بریم ببینیم چجوری. یکم سر بالایی داره ولی خب پایین اومدنش آسونه، بالا رفتنش سخت. البته که میتونیم اون مسیر رو بریم بالا، از اونجا ویوشو ببینین، ولی خب تقریبا همینه دیگه. دیگه کوهش خیلی خوشگل تره، میبینین با نظم و ترتیب نشستن. این قیافشون شبیه آدم میمونه، میبینین؟ سی این ایستگاهش سانست پوینت بود و فکر کنم اصلا بهتر بود، هم دستشوییاش هم جای استراحت و اینا داشت. حالا بریم ویوش هم ببینیم. این هم ویو خوشگله اینجا. شارژ گوشیم داره تموم میشه، نمیدونم ایستگاه بعدی بشه فیلم بگیریم یا نه، ولی خب تقریبا شبیه همه دیگه همه جا. ولی خب این خیلی راه داره، راحت میتونین اینجا دوچرخه سواری کنین، پیاده روی کنین، برید بیاید. ایستگاه خیلی خوبیه، هتل هم داره و دستشویی هم همه چیش در تمیز خوبه. حالا لایک و سابسکرایب کن، مامان بیشتر ویو بگیره. دوستتون دارم. مرسی.